علت این که یه نکروز ایجاد میشه توی بافت چندین دلیل داره. یک، عدم توانایی فردی که شما رو عمل میکنه. احتمالاً کسی که این کارو میکنه با آناتومی آشنا نیست، توانایی لازم رو نداره، پوست رو به خوبی نمیتونه جدا کنه و مشکلاتی برای بافت شما ایجاد میکنه. این باعث نکروز بافتی میشه چون خونگیری بافت رو تخریب کرده. دو، بافتی که چندین بار عمل شده، مثلا بینی که 7 8 9 بار داره عمل میشه. شما وقتی یه کسی که میخواد این کارو انجام بده، مثلا برای سومین چهارمین باری عملی انجام بده، خیلی باید کارش خوب بلد باشه، چون باید دقیق پوست رو توی پلنی بره آزاد کنه که خونگیری بافت رو مختل نکنه، یا باید قبلش تمهیداتی به کار بره، دارویی مصرف کنه، یا مثلا من تزریق چربی انجام میدم، به مریض میگم بینیشو ماساژ بده حداقل. کسی ها ممکنه ماساژو باور نکنه، وقتی این ماساژ میدی پوست خونگیریش خوب میشه و میتونن وارد عمل بعدیش بشن. و نکته بعدی اینه که پست آف مریض خوب انجام نده باشه یا پرا، یعنی اینکه مریض دارویی مصرف میکرده که تو خونگیری بافتیش تاثیر منفی داشته، اینو قبل از عمل متوجه نشده، یا بعد از عمل پانسمان، آتل یا هر چیزی که توی اون قسمت استفاده کرده آنچنان فشار سنگین رو بافت آورده، عروق اون منطقه رو بسته و باعث شده که نکروز ایجاد بشه.